برادرای عزیز و گرامی، کوشش کنید که شما برای نفقه می روید، خداوند برای شما رزق ان شاء الله می رساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینید همون مردم روس خودش از همین شراب نوشا بیزار شدگیان، برای اونا این خیلی کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه‌ای که نماز میخواند، بچه‌ای که حرام در نمی رود، همون مردم روس باید دوست بداره با همون خیلی کارگر برای خودشون باور میکنن. بچه‌ای را میدونم به خدا میگفتن که حتی کلید همون جای پولهاش در من باور کرده است، در دست من دادگی است. به خاطر که من 5 وقت نماز میخوانم، به خاطر که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینید این باوری را در دل کی در آورد؟ همون خدایی که تو وی عبادت میکنی و الا کی تو را باور میکند 10 تین 1 سوم روسی در دست نمیتیه. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برای این دادره عزیز در اونجا صبر کنید، شما صبر کنید. منم میدانم ما هم انسانیم، اینها را همش احساس میکنیم. به چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسک کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنند، در کوچه ها با مبلغ های معینی که نرخ نامی کردگیان، ولی شما که اونجا قطعی گذر کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر به سوی خودش جلب میکند. ولی کوشش کنید این سخنها را در گوشتان گیرین و اراده مستحکم قطعی همون حکم شهیدی که خداوند برای مسافری که فقط در راه درست کار میکند، حلال کار میکند، همین را از بیخکای گوشان دور نکنین. اینجا پدر و مادراتون انتظاره، اینجا در محلداری ها از شما انتظاره، اینجا فرزندکاتون از شما انتظاری دارد. شما رفته در اونجا این مشغولیت ها را که شوین، بعد خدا زده میشوین، بعد دیگه الله که خداوند شما در نظر رحمت ندارد. دیگه آن چیزی که دریاب میکنین، دیگه او پولم در دستم باقی نمیمانه. ولی من نو 4-5 روز پیش در دوشنبه مجلس بود، حضور داشتم، 1740 دختری تاجیک ما کسل پیچیدگیان، 1740 نفر. ولی بسیارش از همون جمعه آوردن این کسل ها را از مهاجرت. برای من دادرای عزیز، هر کدامت که رفتین راهتون سفید، خداوند شما را نگه دارد و کوشش کنین که به حرام ها نروین، پشیمان میشین به خدا قسم. دو شیطان نزد انسان می آمد است در حالت آخری نظم جان ما و شما. چکار میکرده است؟ یکی از پره راست ما و شما می نشست است، یکی از طرف چپ ما و شما می نشست است. فالذی علی یمین علی صفت ابی، پیغمبر خدا گفتن آن کسی که اون شیطانی که از جانب راست شما نشستگی است در صورت پدر شما می آید. شیطان خودش را در هر صورت چکار میکند؟ داخل کرده میتواند. با صورت پدر شما می آید، در پهلوی راست شما می نشیند. والذی علی الشمال علی صفت امی، و آن شیطانی که در جانب چپ شما می نشیند صورت اون پیغمبر خدا گفتن به صورت مادرتان مبدل میگردد. و این پدر چی میگفته است؟ میگفته است یا بنیه، ای فرزند من، این پدر شما نیست، این شیطان است. فرزند من، اینی قد کنت شفیقا محبا، فرزند من تو میدانی من در دنیا چی زحمت ها برای تو کشیدم، چقدر من تو را دوست می داشتم، تو را از چندین آفت ها و مشکلات ها خلاص کردم. مادامی که تو بر من محبت داشته باشی، احترام پدر خود نگه بداری، مت علی دین نصرانیه، بر دین نصرانی از دنیا بگذر. دین عیسی دینی برحق است، این دین محمد دینی باطل است. محمد خود پیغمبر نیست. اینا هر کدام ما و شما از زبان این شیطانی که در صورت پدر ما و شماست چکار میکنیم؟ میشنویم. این تمام کرده است، غلبه شیطان دویم سر میشود که صورت مادر است. میگفته از فرزند من، بطنی لک وعاء، تو میدانی فرزند من همین شکم من
9 ماه بارجاگه تو بود. 9 ماه با تمام مشکلات و درد من در شکم خود تو را برداشته میگشتم. و صدی لک سقاء، این سینه های من برای تو ظرفی بود که از این آب می نوشیدی. و فخذی لک وطاء، این رانهای پای من جای نشستگاه تو بود. فرزند من برای تو بسیار مهربان بودم. میت علی دین الیهودیه فهو خیر الادیان. من برای تو نصیحت میکنم که تو بر دین یهودی از دنیا بگذر، این بهترین دین است. وای به حال اون بنده ای که در اون صورت رحمت خداوندی بالای او نریزد، یا دین نصرانی یا دین یهودی را یکی را قبول میکند، خاطر همان یک کاسه آب شیطان از دنیا به ایمان میگذرد. دو شیطان نزد